شدیم، یعنی نوال ما رو بیدار کرد. داریم حاضر میشیم که بریم مسافرت. I feel your shadow in the low light, moving slowly through my mind. Every step you pull me closer. ساعت 6:45 است و هوا هنوز تاریکه، روشن نشده، خورشید در نیامده. اینم نهاد خانم ما کله سحر بیدار شده، حموم رفته. خب وسایلمون هم ما جمع کردیم، ببینید دیشب جمع کردیم، فقط یه خورده ریز مونده. اینجام که لباسا رو آماده کردم، لباسی که قراره بپوشم. اینم لباسه نهال خانومه که قراره الان بپوشه. البته بعد از صبحانه. کجایی؟ عاشق دنبله، میخواد ورزشکار بشه دخترم، مگه نه؟ آره؟ Stay in the moment, right where the sound goes. I'm falling open. Stay, don't fade away. خودت تو آینه ها ببین، رنگ که به این قشنگی نیست. لباس خوشگلی پوشیدی؟ شروع به صبح بلند شدیم، تازه ساعت 10 سوار ماشین شدیم. همین الان آماده شدیم بریم یه مسافرت جذاب. بعد مدت ها داریم میریم یه جای جدید. داریم میریم یه جای خوشگل تو سوادکو. منم سعی میکنم کمتر استرس بچه رو داشته باشم و ذره امیدوارم خوش بگذره بهمون. آره یه ذره بیشتر خوش بگذره. خانم بیدار شد، که به شیر خوردن گشنه شده بود فکر کنم. ما هم رسیدیم، ساری رو رد کردیم، الان اول قائم شهریم. بریم یه جا خرید بکنیم. دوراهی بین ما چشمامو میگیرم، تو هر طرف میری همون طرف میرم. کاشکی امیدی بود برگردی پیش من، با رفتنت راهو یک طرفه میشن. نهار خانم خرید انجام دادیم. شما چیزی نمیخوای؟ چیز بچه گونه نداشت؟ دنبال چی میگردی بابا اینجا؟ بریم ادامه مسیر. نزدیکی ما. نه ده به گوشی ندم، ده به گوشی ندم. که رفتی از پیشم با من گناه تو من متهم میشم. بگو که غیر از من کی واسطه میشه دلها بسته این. نه خانم اومدیم رستوران. باید بیاد بیرون. اینجا داستانش چیه؟ ببین خانم مادرم بوده الان 3 سال فوت کرده، اسمش هم هما بوده. ما رستورانو به نام هم ایشون گرفتیم، زنده بود. خدا رحمتش کنه. و 100 سال هم سنش بوده. این عکس هم در سن همون 100 سالگیه تقریبا. بخوای حساب کنی 5-6 ماه مونده که فوت کنه. ما این عکس ازش گرفتیم. بعد همه فکر میکنن که اینجا به خاطر سریال پایتخت اسم شماست، ولی نه. خیلی هم زیبا بودن مادرتون. نفری هم بوده کرونا رو شکست داده، تلویزیون هم باش مصاحبه کرده. خیلی هم زیبا بودن در سن 100 سالگی.
اصلا اینکه چیزی نمیگم. میگم این اینستاگرام به بومگردی خیلی کمک کرده، وگرنه قبلا کسی اینجا رو نمیشناخت که، حتی تویی که شمالی هستی تا حالا اصلا این مسیرها نیومده بودی. واقعا زیباست. البته بگم سریال پایتخت هم خیلی به بومگردی اینجا کمک کرد، چون سریال پایتخت اینجا تو همین لوکیشن نزدیک شیرگاه و این طرفاست دیگه اینجا. و الان ما نهارمون هم توی رستورانی خوردیم که بچهای پایتخت هم اینجا میومدن و خیلی هم غذاش هم به اون چسبید و کلا هم غذاش خوب بود. خلاصه که با نهال خانم غذا خوردن صبر و حوصله زیادی میخواد. بچه کوچولو خیلی من که اکثرا بغل منه تقریبا نمیفهمم چی میخورم، فقط میخورم که سیر شم. خدا منم همینم. یعنی نه حالا کار ندارم حالا تو چجوری هستی، میگم یعنی اون لذت غذا خوردن و نه یه موقعی میرم تهران تنها این دوتا رو میذارم شمال اون موقع فقط، وگرنه هر موقع که ستایی هستی مثلا فقط میخورم سیر شم. آره همین. یه دوری هم بزنیم. آره لذت غذا خوردن. آره ما ندارم حالا کلی گفتم دلم. در این زمانه بیهای هوی لال پرست، خوشا حال کلاخانه قیل و قال پرست، چگونه شرح دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست. به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست. ما رسیدیم. ببین چقدر اینجا قشنگه. نه حالم داره کیف میکنه. نه حال چقدر خوشگله اینجا. نه آره به چی میخنده؟ ببین یعنی واقعا بچه دار میخواید بشی، قید لذت بردن از زندگی و تفریحات رو بزنید، چون شما تبدیل به یه خدمتکار میشید. یه خدمتکار
بی جیر مواجب. نه هیچ خبری هم نیست دیگه. الان مثلا اینجا جکوزی رو شما بگی، جکوزی به این قشنگی، فضا به اون قشنگی، جا به این باحالی، قشنگ آدم بره تو این جکوزی هم خیلی خفنه، روشن کنی و لذت ببری. 3 بار فقط پیپی کرده، کلا 1 ساعت ما رسیدیم 3 بار پیپی کرده. 2 دقیقه استراحت نکردم، 2 دقیقه دراز کشیدم، مامانش گفت دوباره پیپی کرد. همش هم بازی میکنه، مزه داره. الانم داره اینو نگاه میکنه میبینه من دارم چی باز میکنم. چی باز میکنم؟ دارم لغاشک باز میکنم، ولی شما باید شیر بخوری. حالا نگاه نکنید الان خیلی خواستم بگم نگاه نکنید، خیلی آروم نشسته که خوابش میاد، ولی خب چون جای جدیده ترجیحش اینه که نخوابه و لذت ببره از زندگی. من و نهال خانوم اومدیم روی چی بود اسمش؟ آغوشی. میخوایم بریم تو جکوزی رو فکر کنم بایتکسیه، نگاه کن فکر کردیم شبیه مربع برمودا شده. این که هوا سرده ولی خیلی پشه داره. پشه ها رو میدونی؟ خیلی زیاده. کف رو نگاه کن. ولی خب این شعله هاش هم خیلی باحاله. فقط پشه ها نه حالا نخورن. در حال پشه کشی هستیم. پشه هست این بالا فقط این رو کاشتن بچه افتاد. خسته نباش. ما در رو باز کردیم یه لحظه 1000 تا پشه اومد. اینجا همش شالیزه معلومه چقدر اینجا معلومه پشه. کاری ندارم با ما. آره فقط نیش میزنن، کار خاصی نداره. اینجا رو ببین واسه من فیلم بگیرم. برو من میخوام بکشمش. قاتل زنجیره‌ای پشه ها تا صبح میخورن به حالو. خب ما این دفعه لپتاپ آوردیم، این اشتباه نکردیم که بدون لپتاپ بیایم. دفعه قبلی بدون لپتاپ رفتیم مسافرت، نهال ساعت 6 بعد از ظهر گرفت خوابید. من و پیمان واقعا دیگه نمیدونستیم چی کار بکنیم. فکر کن ساعت 2:30 رسیدیم، نهار خوردیم شد 3:30، نهار 5:30 خوابید. بعد ما نشسته بودیم تو تاریکی کنارش. الان عشق ابدی میبینیم، عشق میکنیم واسه دوتا بخندی بعدم زکزکه کن. یه من توی تک بریم بالا. اینجا اینقدر مسیر هست اصلا نمیشه رفت بالا. از روی مب باید بریم. ما تصمیم گرفتیم بریم یه چرخی بزنیم. نهال توی خونه دیگه خیلی داشت اذیت میکرد. بریم بیرون ببینیم چه خبره.